مجرد این که برند وستا وارد بازار شده، حالا انواع موادی رو که تولید میکردن مثل اکریلیک و حالا رنگ‌های مختلف و اینها، ولی من خاطرم است که احساس میکردم اگر به فلان رنگی احتیاج دارم، چون ترجیحاً میدونستم که ایرانی ها دارن فعالیت میکنن روی رنگ‌های مختلف، اینه که یواش یواش این داره جایگزین میشه. یعنی وقتی که پبو قبلا مصرف میکردم یا مثلا برندهای مختلف مصرف میکردم، الان دیگه وقتی میخوام استفاده کنم قطعاً چون از نظر کیفی و کمی دیدم که جواب کارم رو میده و ترجیحاً وقتی هم که به این شکل است، به هنرجویی که میخواد الان ورود کنه مثلا به کلاس اکریلیک من، خب قطعا میگم که فرض کنید یه برند وستا استفاده بکنه. اینه که شاید بگم حدود 4-5 سالی که آشنا هستم کاملا با برند وستا و مضافه بر این که زمانی که الان تصمیم به استفاده از آبرنگ هست برای نوع محصول جدیدتون که من اون رو هم تست کردم و باز دیدم که خیلی خوب جواب داده. حتی الان تو توصیه که برای هنرجو هست، یعنی اصلا سراغ برندهای دیگه، حتی برندهای ایرانی نرید. اگر ایرانی هم می‌خواید بخرین مطمئنا برید سراغ برند وستا. این اولین باری است که از یک کارخونه به این شکل بازدید میکنم. ولی کارخونه مشابه مثلا رفته بودم دیده بودم تو کار فرنیچر و مثلا شرکت نیلپر و اینها، ولی الان وقتی که بازدید کردم و این سیر ساخت رنگ رو دیدم که چگونه از اون زمان که پیگمنت ها سایش پیدا میکنن تبدیل میشن به رنگ و پاتیل و بعد میاد اونجوری توی تیوب ها قرار میگیره، خیلی روند بسیار جذابی برام بود و این رو حتی ازش خودم ویدیو گرفتم شخصا. حتی اون بخش که آبرنگ ها رو داشتن در حقیقت پر میکردن که به نقاشان و هنرجویانی که میان و به راحتی میرن از فروشگاه میخرن و استفاده میکنن و قدر ساختشو نمیدونن، یه جوری معرف این قضیه هم باشم و بسیار لذت بردم از مسیر تولید، چون بسیار حرفه‌ای و بسیار با در حقیقت کلاس خیلی خوب داشت اجرا میشد و مطمئن هستم که میتونه بسیار در آینده نه چندان دور جایگزین برندهای خارجی حتی الان هم هست، یعنی بتونه دیگه کاملا جایگزین بشه. من بیشتر روی متریالی که بیس آب داره استفاده میکنم، حالا اکولینا هست یا خود اکریلیک بیشتر استفاده میکنم. آبرنگ هم که الان جدیداً بهش اضافه شده که قطعاً وقتی به صورت روتین به بازار بیاد یکی از محصولاتی است که ما مرتب دیگه هم خودم استفاده میکنم و هم توصیهش میکنم به دیگران که استفاده